زمانی شد زمان پول پرستی، بلند پروازی ها در حال مستی. فراوان نعمت و مردم هم اسیر، ولی ادراک ما در حال پستی. کجا شد احترام یکدیگرها، سراغ خویشتن جان و جگرها. جدا شد دادر از خواهر خود، کجا شد نقطه نیک از نظرها. عجایب یک زمان آمد سر ما، کی رفت انسانگری از منبر ما. کنون شاگرد میگوید به استاد، فرا از منبر بنشین بر ما. زمانی بود که آداب نرخ خوب داشت، عروس گرد و حولی رفت و روب داشت. پسر تا که شد شخصی به آداب، پدر در کنج خانه یک دو چوب داشت. پدر اکنون چنین سودا ندارد، با جز پول او دیگر غوغا ندارد. پسر آواره بازی تلفن پدر باشد، با این پروا ندارد.